عالم جان مهربان، من با آرزوهای دلم امروز به این کنسرتگاه آمدم. عالم جان، آوازدار شما را من آرزوها می کردم که در کنسرتتان اشتراک کنم. مهربان مادر، شما را تبریک می گویم با دعاهایم. با قدرت خان الله، عرش الله. عالم جان، اولم برای شما تنصیحت، عمر دراز، راه سفید باشد و دولت ها الله دهد. اگر دولت من یگانه حقوق بنیاد باشد، پاینده دولت پر استقلال من، شما عالم جان فخر دولت، فخر حکومت، فخر مخلصان و فخر دو مادر. پسر جان مهربانم، من ایجادکار هستم. کمتر شعر رو در وصف شما نوشتم، برای تبریکاتی شما میخوانم. عالم جان، جان مادر، آنقدر با تمکین تو، من اگر سخن گویم چرا حیران حیران میمانی تو. حیران مشو ای پسری من از این سخنان الهام بخش من. من اگر سخن گویم چرا آه میکشی تو؟ آه ز پیکری خود میکشی تو. چی گفتنی در دل خود داری تو؟ بگو آن درد و دلت را، آن آرزوهای جوانیت را. عالم جان، تو پسر خواند و من مادر خواند، الها با دعاهای من نجم نسا رسید. عالم جان بر هر مراد و مقصدها، آوازدار شما تا دوری ها رود. شما فخر دولت، فخر مادر، فخر مخلصان، فخر حکومت هستید. امروز خرسندی بالای خرسندی بوده است. من مادر عالم جان را با زادروزشان تبریک میکنم. الله مهربان و غمخوار در بطن مادر عالم جان را داده است. مادر 9 ماه و 9 شب و 9 ساعت و 9 دقیقه عالم جان را در بطنش برداشته، وی را با قدرتان الله 18,000 علم با روح‌های سپیدش تولد نموده، شبها شب زنده‌داری میکشید. گهواره عالم جان را جنبانیده خود به خود میگفت: فرزند مهربانم، پسر جان شیرینم، کلان شو، کاردان شو، زیرک و توانا شو، حافظ نامی شو. گفته است مادر برای فرزند کلان کردنتان شما رو تبریک میگویم. اگر مادر با یک دستانش گهواره جنباند، با دیگر دستانش البته دنیا را تکانی میدهد. من اولا به پرزیدنت مهربانمان امام علی رحمان، به رئیس ولایتم قادری شیرین زبانم، رئیس شهرمان رجب احمدزاده رحمت و آفرین ها میگویم. زنده باشیدان رئیسان مهربانم. دولت من دائما زنده و پاینده باشد. تشکر. سلامت باشتان. خوش آمدیتان. قرصک‌های شما برای مادر عزیز. گلدسته از نامی مادری من مرحمت قبول کنید. تشکر. خوش آمدیتان. قرصک‌های شما برای محسن جان احمدوف. خوش آمدید. رحمت. تشکر. قرصک‌های شما برای اعظم جان بولتوبایف. رحمت. دوستانی من خوش آمدیتان. تشکر مادر عزیز. مرحمت. کنسرت ما دوام میدیم. سرودها بهر شما. خوش آمدیتان.